مردم سرزمین من با طبیعت، با تالاب، با جنگل همواره یک رابطه وابستگی بوده. این رابطه وابستگی در گذشته که مردم به صورت عشایری زندگی می‌کردند و کشاورزی فصلی انجام می‌دادند، یک رابطه رفاقت برابر بود. بیش از 10 سال هست که هم تالاب ارجن و هم تالاب پریشان و بسیاری از تالاب‌های سرزمین ما در ایران دچار بحران و خشکیدگی هستند که این بحران‌ها هم متأثر از تغییرات اقلیمی جهانی هست و هم مناسبات نابرابر انسان و طبیعت. تا سال 2014 من با همکاری چند نفر از دوستانم و با پشتیبانی و همراهی خانواده میراث پریشان رو متولد کردیم. میراث پریشان کازرون فرایند رشد خودش رو به نحوی آغاز کرد که از همون ابتدا چند هدف کلی داشت. هدف اولش شاید احیای تالاب پریشان بود. در واقع ما به پژوهشگرانی که میخوان در تالاب پریشان پژوهش انجام بدن کمک میکنیم تا پژوهششون تسهیل بشه و همچنین یک کتابخونه کاملترین کتابخونه محیط زیستی و منابع طبیعی در شهر کوچکمون وجود داره. تجربه هایی که در مسیر سازگاری با تغییرات اقلیم ما بهش رسیدیم، تجربه هایی بود که باید در اختیار تمام کنشگران حوزه تالاب در ایران و سرزمین های مشابه ایران قرار می گرفت. MPK برای این که بتونه دامنه تأثیرات خودش رو در سطح کشور ایران گسترده کنه، تلاش کرده تا با استانها و تالاب‌های مختلف در گوشه گوشه ایران ارتباط برقرار کنه. در بخش کشاورزی ما تلاش کردیم با معرفی الگوهای کشت کم آببر و ترویج کشاورزی پایدار و سازگار با محیط زیست این کار را انجام بدیم تا کم کم کشاورزان به باور سازگاری با تغییرات اقلیم برسند. انجمن میراث پریشان فضایی بود برای گروه‌های سنی متفاوت. مثلا من نونهال که 6 سال داشتم و الان به عنوان یک نوجوان 15 ساله حساب میشم و مادرم به عنوان یک خانم 33 ساله و پدرم به عنوان یک مرد 40 ساله میتونست در انجمن میراث پریشان فعالیت کنه. آگاهی افزایی عمومی نسبت به کارکردها و اهمیت طالاب‌ها در زندگی مردم که این کارکرد میراث پریشان در بیش از 10 طالاب تا الان در قالب پروژه‌های مختلف نمود پیدا کرده. انجمن میراث پریشان برای من فضایی رو در کودکی ایجاد کرد که دیدگاهم نسبت به محیط زیست و طبیعت متفاوت باشه. میراث دیروز، مسئولیت امروز، هدیه فردا.